بچه‌ها بریم سراغ شناسایی اسیدها و بازها با استفاده از کاغذ pH. کاغذ pH به این صورت هستش که از 0 تا 14 هستش که از 0 تا 6 که اینجا باشه اسید هستش، این 0، این 6، این 7 هستش. 7 خنثی هستش و در واقع رنگش سبز هستش که سبز چه رنگی بگیم؟ اینو میذارم بر عهده شما بگین سبز مثلا چه رنگیه. ولی خب این سبز رنگه خنثی هستش که مربوط به آب خالص هسته، چون آب خالص نه قلیایی نه اسیدی هستش. پس از 0 تا 6 اسیدی هستش، از 8 تا 14 قلیایی هستش. هر چقدر به 0 نزدیکتر میشیم اسید قوی تر، هر چقدر به 14 نزدیک میشیم باز یا قلیایی قوی تر هستش. باز قوی اسید قوی هستش. پس از 0 تا 6 اسید، 7 خنثی، از 8 تا 14 باز هستش. 0 اسید قوی تر یعنی اینجوری دیگه، از 6 به سمت 0 اسیدمون قوی تر میشه، از 8 به سمت 14 بازمون قوی تر میشه. حالا اینجا ما چند تا بشر داریم که آب لیمو، قهوه، اسید باتری، آب خالص، مایع سفید کننده، صابون و جوش شیرین هستش. میخواییم ببینیم اینا اسید هستن و یا باز هستن. کاغذ pH مون رو میاریم. بذاریم کاغذ pH مون رو بیاریم. کاغذ pH ها رو میاریم. ببینید رنگشون یک رنگ هستش. کاغذ pH ها همشون یک رنگ هستش. وقتی که وارد محلولا میشن تازه تغییر رنگ میدن که ما بر اساس تغییر رنگ کاغذ pH مون میایم بر روی این یک راهنمایی که همیشه هستش مقایسه میکنیم ببینیم اسید هستش یا باز هستش. حالا نگاه کنید میرن داخل محلولامون، بعد از یک مدتی تغییر رنگ میده. آب لیمو رو نگاه کنید رنگش تقریبا نارنجیه، پس یه جورایی میشه گفت اسید قوی هستش. قهوه رو نگاه کنین رنگش تقریبا سبز کمرنگ هستش، پس اینم میتونیم بگیم که اسید هستش ولی ضعیفه. اسید باتری رو نگاه کنید قرمز قرمز شده، پس یعنی اینکه یک اسید قوی هستش. بچه‌ها اینکه مثلا دارم میگم اسید قوی یا اسید ضعیف رو از خودم نمیگم ما یک راهنمایی داریم که همیشه روی کاغذ pH ها وجود داره. میایم این کاغذ pH مون رو که گذاشتیم داخل محلولمون رو میایم اونو تطابق میدیم از روی راهنماش، بعدش تشخیص میدیم ببینیم اسید قوی یا باز قویه. بعدش میگیم که حالا مثلا pHش چنده، pHش 7، pHش 6، pHش 1، pHش چنده. اینجا اسید باتری تقریبا میخوره که pHش 0 باشه. داریم حدس میزنیم که pHش 0 هستش. از روی راهنماش میگیم که pHش 0 هستش. آب خالص رو نگاه کنید. آب خالص به صورت طبیعی ما میدونیم که pHش 7 هستش، یعنی خنثی هستش اینجا، چون آبی که ما میخوریم نمیتونه باز باشه نمیتونه اسید باشه، پس باید خنثی باشه. مایع سفید کننده رو نگاه کنید بنفشه، میخوره که باز قوی باشه، توی این لولا باشه. صابون رو نگاه کنید باز قوی هستش، میخوره که باز قوی باشه و توی این لولا باشه. حتی رنگش هم میخوره که اینجوری باشه. حالا باید دقیق اون کاغذی که گذاشتیم داخل محلول رو بیاریم بیرون، روی راهنما بذاریم، بعدش تشخیص بدیم. جوش شیرین رو نگاه کنین باز هستش. اینجا فقط مهمه تشخیص بدیم باز یا اسید هستش. باز هستش جوش شیرین هم و توی این هول و هوا هستش. بچه بیایم یه نکته رو با هم بررسی کنیم. این فیلم رو نگاه کنید. HCl یک اسید هستش و
وقتی که داخل آب ریخته میشه، اگر یک اسید و یا اصلا ندونیم که HCl مثلا اسیده، HCl رو که میریزیم داخل یک حلالی، اگر از هم جدا شد مولکولاش، دیدین دیگه، بزنم اول ببینید مولکولاشو، یک Cl یعنی کلور با یک هیدروژن پیوند داده، HCl هیدروکلوریک اسید هستش. ولی فرض رو بر این میذاریم که ما اینو نمیدونیم چی هستش، نمیدونیم این مایعی که درون این ظرف هستش چی هستش. وقتی که داخل یک حلالی میریزیم، اگر H مثبت آزاد کنه، در واقع مایع ما اسید بوده. ولی اگر نگاه کنید، یک مایع دیگه‌ای که NaOH هستش که ما میدونیم NaOH باز هستش، ولی اگر بازم ما ندونیم NaOH باز هستش، وقتی که درون یک حلالی میریزیم و OH آزاد میکنه، نگاه کنید OH آزاد کرد، پس یعنی اینکه باز هستش، مواد ما بازی هستش. پس H مثبت شد اسید و OH شد باز. H مثبت اسید هستش و هر چقدر H مثبت بیشتری آزاد کنه اسید قوی تر و هر چقدر OH منفی آزاد کنه باز قوی تر هستش. اسید ما مزه شوری داره، یک مزه ترش داره و باز ما که OH منفی باشه یک مزه تلخ داره. نگاه کنید توی روزمره هم خیلی استفاده میشه. الان یخچال خونمون رو باز میکنه، نگاه کنید دیگه. به صورت روزمره هم میدونیم که پرتقال اسیدی هستش، لیمو اسیدی هستش، شیر بازی هستش، مواد ظرفشویی، مایع ظرفشویی، سفید کننده و اینا بازی هستن. حتی توی اسلاید قبلی، فیلم قبلی هم بهتون نشون داد.